تو روز عروسیش ماشین عروس خراب میشه، به یکی از رفیقاش زنگ میزنه، میگه فلانی خواستم برم ماشین گل بزنم که وسط راه خراب شد، دستم به دامنت، ماشینتو سری واسم بیار، فقط یه چیزی عجله دارم، اگه نمیتونی بگو برم به فامیلامون رو بزنم. پسره یکم فکر میکنه، میگه داداش من جایم، ولی هر طور شده تا یه ساعت دیگه خودمو میرسونم دم قهوه خونه، تو بیا دم قهوه خونه و ماشینو بگیر ازم. آقا داماد میره میشینه تو قهوه خونه، یه ساعت میگذره از رفیقش خبری نمیشه، 2 ساعت میگذره خبری نمیشه، میاد بهش زنگ بزنه، با خودش میگه ولش کن، شاید اصلا روش نشده بگه ماشین نمیدم، من خوبی در حق این آدم زیاد کرده بودم ولی ذات نداشت. خلاصه ناراحت پا میشه که بره، وقتی میرسه دم قهوه خونه میبینه رفیقش یه بنز آخرین مدل گل زده آورده واسش. داماد خیلی تعجب میکنه، رفیقه میگه دیر شد ولی قشنگ شد، 1 ساعت تمام داشتم التماس صاحبکارمو میکردم تا بالاخره گرفتم ازش، تو بهترین رفیق منی، این تنها کاری بود که میتونستم واسات انجام بدم. داماد بغلش میکنه، میگه رفیق منو ببخش، وقتی دیر کردی داشتم بد راجبت فکر میکردم. رفیقه میگه خب حق داری، عجله داشتی، منم دیر کردم، منو ببخش. میگه که ما کاخ نداریم که ای فقر فروشیم، اموال نداریم که بر فقر فروشیم، داریم گران مایه ترین ثروت عالم، چند روز که آن را به جهانی نفروشیم. سلامتی هرچی رفیق با معرفته.